شاید واسه سوال شده باشه و بگی که آیا ما فقط همین یه نوع TNT رو داریم؟ باید بهت بگم که تو کاملا اشتباه میکنی. با این مطبک که الان دارم میکنم تو واقعا رایگان بوده این مطبک. آقا پیشنهاد میکنم حتما برید دانلودش کنید. بریم تو بخش مطبک های فری بدراک واسه تو TNT رو میاره. اینو میتونید دانلود کنید. آقا اینو میکاریم. آیا TNT این تنها TNT بازیه؟ ببین درست گفتین ولی فکر نکنم، چون بچه ما این همه TNT داریم. اینو چرا گنده است؟ ببینیم چه بخواد بشه. بعد این بچه برادران دیگه باید من قبلش یه دونه از اینا اینجا ترکوندم که بچه اولترا TNT بچه حتما واسه چیزی این مطبک باید حتما اولترا TNT رو بسازیم که بترکونیم تو بتونیم بقیه TNT ها رو باز بکنیم. بچه من اینجا یه دونه ترکوندم، بزرگی خودتون ببخشید دیگه. آره آجی کلوسال TNTه. امیدوار ببین لایک نمیندازی که نه. بچه من این نصف زدم بچه نمیخوام اینجا رو بتر کنم زیاد ربطی هم نداره. خب اینجا لایک زده بازیم لایک زده. وای گوشی چقدر انپیتور گندهی داره کلوسال TNT. بچه اگر گوشی شیامی داریم بچه این یکی لایک میندازه. این پلیستیشن TNT ببینیم چیه. برادر میخوای چه کنی؟ نه نگو که این الان حرام اصلا نمی چطوری واقعا چطوری یه ویلیج ای جان بیام ویلیجشون ترکیده. چه فکر کنم یکی از جزئیات این مطبک نه آره دیگه حتما مصطفی بالا خربی بالا مصطفی بالا چرا TNT موزیکال پولار TNT منظورت چیه؟ الان من مثلا اگر این TNT اینجا بتر کنم هشمام زبردوت نو کن میخوام یه حسه توی صدا دمیج خوردن میده ولی هیچ دمیج هم نداره. دست بخونیم حال داد گرمی ویتی TNT رو با چیکه بسو آها حاجی حاجی این TNT به در کشتن آیرون گولم و این چیزا خیلی سب باز من این TNT باشه خیلی ها رو میتونی آزار بدونه ما اینو میکنیم اینجا مثلا بذار قبل میخوام این کاری من تو یخ بیرم همه اینا اومدم بالا بذار همه اینا میان بالا بچه همین واسه TNT بعدی
این TNT بعدی رو بخوام لب دریا اینجا بتر کنم. اینجا آره نه اینجا نه آره همینجا میتر کنم. TNT خطرناکی به نظر میاد. خدا سیستان دود نیا پرام حاجی این TNT میدونی بچه وظیفش چیه؟ فکر فهمیدین دیگه حاجی همتون. یه بار دیگه تست میکنم از کسایی که نفهمیدن چی شد. فکر همتون فهمیدین. نگاه بکنم حالا میام بالا. این چیزی که میندازه منو پرت میکنه تو بابا چه TNT هایی. این TNT کریپریه و خیلی زود میترکه و گرافیک خیلی بالا. این TNT عادیه. این TNT رو الان تست دیدیم. حالا میره واسه گذاشتن TNT های جدید. واسه اسم لاکی TNT چیه؟ آقا الان همه رو تست کنیم. اصلا میخوایم بار از آخر پروکسی TNT. این لاکی TNT رو میگم بیان آخر انجام بدیم. پروکسی TNT یه این شکلیه. نظر شما واسه لاکی TNT خیلی دوست دارم بدونم چی میشه. این چیه بچه؟ چیکار میکنه؟ چی؟ چیکار؟ زمین لرز اوه حاجی چون فهمیدین این چیکار کرد؟ یه غار ساخت. یه تونل ساخت. به آدرنالین TNT چی میکنه نمیشه بچه؟ حتما کامنت من بگیم چی کنیده میشه. این ندر TNTه که بچه دورش چیزای بلیزراده فکر کنم. اوه باحال بود. باحال بود. این بچه راکت TNT چی میشه؟ پشمام بچه مثلا ما مثلا میتونیم این چیزایی بود میگنستن آقا به اسرائیل میگفتم موشک زده. از اینا مثلا میتونیم موشک های توی هوای اسرائیل رو صحبت بکنیم. باحال جدی باحاله. لابا TNT هم که بالا بیا. این میخواد تو میخوای جازم چه خوبی هیچ غلطی نمیتونه بکنه. من مطمئن نه اشتباه کرد بچه ها بکنیم. یه چیزی شبیه دزرت تمپل ساخته که با لابا تشکیل شد. این دیگه ترش این TNT رو بچه من یه بار زدم قیافش رو دیدم خیلی قیافش خوشگل واقعیه. چه بازم بهتون میگم دوستان این کدوه و من بازم بهتون میگم بازم که این مودپک واقعی هست و داخل مارکت پلیسه و رایگانه. پشماتون میریخته این چکار میکنه یه تیکه زمین صاف نمیکنه. این قشنگه. این TNT خوبیه. تاکسیک TNT تاکسیکه برده. دکمه زددار این دکمه زددار اسکویدیه. اگر TNT رو جا انداختم کسی که مطلق بازی کردم اگر TNT رو جا انداختم حتما بهم بگیم چرا تو پارت بعدی حالا تو این شورت ویدیو رو بده این بزنمش. لاک TNT چیه؟ این چیه؟ شب شده چی؟ چون من از اینا دارم چی؟ همیشه همه دیگه که نگه نه آقا رو در بچه یه بار دیگه تست میکنم دیگه همه این بار متوجه میشه.
همه متوجه شدم. این TNT خودش رو اسپان کرد. ای دوست دارم لکی TNT رو بزنم چه اتفاقی قرار بیفته؟ اوه بچه چیز نیز بهمون داد اینجا. اون چیه داده؟ شلوار ندرایتی این چند شده؟ نه یه بار دیگه بزنم. خیلی لکی TNT رو دوست دارم. خودش رو تبدیل به یه TNT دیگه میکنه. حرام. خب خداحافظ.